آخت شب یلدای منی. خوش اومدین به شب یلدای دومزه. یلداتون مبارک بچه‌ها. اولین یلدایی که با همیم. شب یلدا یه قشنگترین مراسم ماست. واسه من حس و حال بچگی رو داره. وقتی که بچه بودیم خونیم مامان بزرگ جمع می‌شدیم، آجیل و شیرینی و هر چی که دلمون می‌خواست می‌خوردیم. پس امشبم قراره با هم دیگه کلی بتره کنیم و مسابقه داشته باشیم. برای برنده هم یه جایزه هیجان انگیز داریم که سورپرایزه. تا آخر ویدیو با ما باشین ببینید کی برنده میشه. برنده که من که نمیذارم. حالا بزن بریم ببینیم. مسابقه اولمون حدس زدن کلمه است. قرار رامین از پشت صحنه یه سری کلمه ها واسمون توصیف بکنه. هر کی که بتونه زودتر حدس بزنه امتیازو میبره. خب اولین کلمه ما ببینید یه چیز طبیعیه که خیلی قبلها هم بوده و چند روز یه بار هم تغییر شکل میده. یعنی چقدر سخت شد؟ چند روز یه بار تغییر شکل میده؟ آره. حیوانه؟ راهنمایی داریم؟ نه. یه کلمه معلومه نیست. یکم بیشتر توضیح بده. خب ببین چند روز یک بار مثلا شاید مثلا هر روز یکم تغییر میکنه. آفتاب گردم؟ نه. روز؟ شب؟ نه ماه؟ باید بزنیم باید توی ما رو پاییز؟ هر چند روز ببین من که میشه دوست بدم ببینید هر چند روز یه بار وقتی تغییر میکنه منظورم اینه که مثلا روشنایی هم میده. خورشید میشه دیگه. خورشید؟ نه چرا نمیدونی؟ خیلی نزدیکی. اگه تونستیم پیدا کنیم. خورشید نیست، ماه نیست. اول باید زنگو بزنیم بعدش بگیم. ماهه. آفرین ماهه. من اولش هم گفتم قبول نکرد. نه گفتم یه جا. من نشنیدم. آره. حالا باید ویدیو چک کنیم. اوکی امتیاز گرفتم. اوکی باشه بابا. خب سوال دوم چیزی که برای فضای رمانتیک استفاده میشه یا وقتی که کم. اوکی. خب این خیلی ساده است. کاری که مردم این شب انجام میدن تا ببینن سرنوشت یا پیام براشون چیه. فعال حافظ. من اول زدم. جرزنی میکنم. نه خیره. سوال بعدی در مورد یه وسیله است. یه وسیله سنتیه که همه دورش جمع میشن و باعث میشه که سردش. کرسی. آفرین. آقا قبول نیستش. قبوله. درخواست بیار میدم برای اینکه بدون جرزنی دارم بازی میکنم. ولی بچه از این به بعد صبر کنید تمام جمله‌ام تموم بشه بعدش. باشه. سوال بعدی یه فرآیند. کاری که خیلی‌ها تو این شب ازش فرار میکنن چون زمان بره و ممکنه لباس هم کثیف کنه. اناردون کردن. آفرین. اوکی. جدا اناردون کردن من خیلی دوست دارم. آره مخصوصا به لباسات خیلی مناسبه. خیلی خوب. سوال بعدی در مورد یک اثر خیلی معروفیه که شخصیت‌های اسطوره‌ای خیلی زیادی داخلش هستن. وای نمیدونم. یادم رفت کدوم. چی بود؟ یه اثر هنریه؟ من بیشتر از این نمی‌خوام کنم. یک بار دیگه میتونم روشو بخونم. اوکی بخون. اثر خیلی معروفی که شخصیت‌ها و اسطوره‌های زیادی داخلش هستن. چی بود خاطره؟ من یادم نمیاد. اصلا اول بزنیم بعد بگیم. ونگو. نه. من اصلا یادم نمیاد. کمی مربوط به سوال قبلیه. انار. چی میشه؟ انار. اسطوره. نمیدونیم آقا سوال قبلی در مورد فال بود. در مورد فال بود راست میگه. چرا یادم میره؟
بازم یادم بازم نمیدونیم. فال حافظ رو داشتیم دیگه، درسته؟ بله. خب اینم یه چیزی شبیه اون کتاب. سعدی. اسطوره داشتی؟ سعدی. شاهنامه. آفرین، شاهنامه. خیلی کمک کرد دیگه، اشکال نداره آدم. بریم به سوال بعد. باشه. یه چیزیه که کنار خیابون میفروشن و اینکه ازش بخار بلند میشه. لبو. نه. نه؟ آره. چی میفروشن بخار دار میاد؟ لبو میفروشن دیگه. باقالی. آفرین، باقالیه. سوال بعدی و سوال آخر ما اوکی. که رو همه میزهای ایرانی و همه دوره همیهای نوشیدنی پیدا میشه. یه چیزی نمیتونم بگم. نوشیدنی؟ چای؟ چای درسته. قبول نیست، خیلی هم قبوله. که همه ایرانی ها مخصوصا طرف های آذربایجان و بچه‌های ترک چای خیلی دوست دارن. بله همینطور. بله. چالش دوممون اینطوریه که ما برای همدیگه غذای یلدایی از شهرهای مختلف یواشکی پختیم. قراره اینا رو بخوریم ببینیم میتونیم حدس بزنیم که این غذا برای کدوم شهره یا نه. بوی این غذایی که منو گشنه کردن. منم آره. میبینی چه غذایی برات درست کردم؟ رنگشو ببین. دست درد نکنه. منم برات یه آش خفنی پختم. اوکی. گشنمه. نوشه جان. این چی داره توی این که قلقلی انار داره. ببینم طعمش چطوره. از تو باید همچین غذایی درست کنی یا خوشمزه است واقعا. من الان خوشمزه میشه. یکی دیگه بخورم. واقعا خیلی خوشمزه است. اولین باره این غذا رو بالاخره من درست کردم دیگه. دست درد نکنه. چند انتظاری داری؟ بذار ببینم میتونم حدس بزنم. خب اول کی حدس میزنه؟ اول تو حدس بزن. باشه اول من حدس میزنم. ببین پلوه به اضافه خورشته. من یکی دو تا شهر تو ذهنم هستش که شنیدم توی یلدا این سری پلوهای خیلی خوبی دارن. حالا بگو ببینم یه بار میتونیم حدس بزنیم. یه بار حدس بزنیم. اشتباه بود دیگه هیچ کدوم امتیاز نمیگیره. من فکر میکنم میگم بگو یه دونه شانس دارم یه دونه هم میگم. من فکر میکنم این قنبر پلو شیرازیه. اشتباهه. چقدر خوشحال شدم. خیلی امید داشتم که این قلقلی داره با انار درست شده توی شیراز. کلم پلو، قنبر پلو اینا خیلی معروفه. نه این اون نیستش. باشه حالا نوبت منه. باید حدس بزنم. حدس بزنی؟ حدس بزنی برای کجاست؟ حدس میزنم الان ببین. اوکی. بچه ها تو کامنت شما بنویسید میدونین این آش برای کجاست یا نه؟ کجا رو بگم امتیاز رو بگیرم؟ اصلا چیزی تو ذهنت داری یا میخوای بپرونی؟ دیگه مثل تو دیگه یه چیزی پروندی. نه من نپرونم. آشی که توش خود اینا چیه؟ اینا لبوه. بله لبو داره. به نظر من واسه شماله. اشتباهه. ای بابا چیه پس این آش شولی یزدی هستش که یکی از سنتی ترین غذای یزده. توی شب یلدا خانواده ها دور هم جمع میشن، مثل اینکه توی شهرهای دیگه دارن لبو میپزن، توی یزد هم دور هم جمع میشن و آش شولی میپزن.
خیلی برام جالب بودش و اصلا من به ذهنم نمیرسید که لبو بخواد یکی از مواد غذایی توی آش یزدی باشه. خیلی برام جالب بود. بچه‌های یزدی واقعا غذاتون عالیه. خب حالا غذای من بله اسمش کوفته انار گردوه که واسه گیلان عزیزه که این غذا هم توش همونطوری که میبینین کوفته قلقلی داره و انار داره و آب انار و رب انار و دیگه هر چیزی که آب دهن را میفته از اونا داره. من فکر میکردم غذاشون بیشتر با مرغ چون پخته میشه. اگه مرغ بود 100% میدونستم که واسه دیگه من اونو انتخاب نکردم که 100% بگی. باشه بچه از این مرحله که هیچ کسی امتیاز نگرفت. حالا بریم ببینیم بعدی چی میشه. خب حالا میریم سراغ مسابقه سوال جواب درباره یلدا. راستی میدونستی اکثر کشورها یلدا و شروع شدن زمستون جشن میگیرن؟ آره این چیزایی شنیدم. ولی یکی کشورها هستش که جشن نمیگیره. واقعا؟ من آره. نمیدونم. بچه اگه میدونید واسه هم تو کامنت ها بنویسین که ببینیم درست حدس میزنید یا نه. منم نمیگم بهت فعلا. باشه. خب حالا بریم با رامی شروع کنیم سوالا رو بپرسه. خب سوال اول ما اینه: واژه یلدا از کدام زبان فارسی وارد شده است؟ سوالمون گزینه‌ایه. این سه گزینه داره: عربی، آرامی، یونانی. آرامی. آره درسته. واژه یلدا ریشه در زبان آرامی داره و معنی تولد، به خصوص تولد نور. بعدا وارد زبان فارسی شد. سوال دوم: شب یلدا از نظر نجومی چه لحظه‌ای را نشان می‌دهد؟ 1. بیشترین فاصله ماه از زمین. 2. بلندترین فاصله زمانی غروب تا طلوع خورشید. 3. کوتاه‌ترین زاویه تابش خورشید. 2 چی بود؟ یادم رفت. خب من گزینه‌ها یه بار دیگه میخونم. باشه. بیشترین فاصله ماه از زمین، بلندترین فاصله زمانی غروب تا طلوع خورشید، کوتاه‌ترین زاویه تابش خورشید. کوتاه‌ترین زاویه تابش خورشید. گزینه سوم گزینه درست. ای بابا نمیشه که. بله اومدم ببرم این مسابقه رو. در یلدا خورشید کمترین زاویه تابش نسبت به زمین قرار میگیره. یعنی روز کوتاه‌ترین و شب طولانی‌ترین میشود. خب سوال سوم. دیگه من باید جواب بدم. در ایران باستان یلدا را نماد چه خدایی می‌دانستند؟ اگه این سوالو بدون گزینه بتونین جواب بدین 2 تا امتیاز میگیرید. خدای چی؟ در ایران باستان یلدا را نماد چه خدایی می‌دانستند؟ گزینه‌شو بخون دیگه. حالا یه چیزی میگیم بعد دوباره نمیتونیم. گزینه‌شو بخون. گزینه جواب نمیدین؟ نه. گزینه اول میترا یا مهر. گزینه دوم آناهیتا. گزینه سوم زروان. میترا. آقا منم میدونستم. یلدا جشن تولد میترا یا همون ایزد نور بود. مردم باور داشتن خورشید پیروزمند از دل تاریکی متولد میشه. بله. سوال 4. نام دیگری که در گذشته برای شب یلدا استفاده میشد چیست؟ شب چله. من باید گزینه ها رو بخونم بعد زنگ رو بزنم. آقا دیگه مثل همون قبلی در نظر بگیر دیگه. گزینه اول چله کبیر. اصلا 2 گزینه های نیست. گزینه دوم شب اورمست یه همچین چیزی. گزینه سوم شب سپندار رمزگان. اولین چله کبیر. منم زدم. خب میگفتی دیگه. ما زد. گزینه رو نگفتش. بعد از یلدا 40 روز سرد شروع میشه. به همین خاطر بهش چله کبیر میگن. خب سوال بعدی. سوال بعدی. دارم میبرم. دستا رو داریم کنار زنگ بزنیم. جزنی میکنیم؟ نه. چله نشینی که در فرهنگ ایرانی وجود دارد از کدام مفهوم یلدایی گرفته شده؟ گزینه اول پرستش خورشید. گزینه دوم
آغاز 40 روز سر. گزینه سوم پایان برداشت محصولات. گزینه اول پایان برداشت محصولات. اشتباهه. خب یه دونه گزینه هیچ کدوم امتیاز نگرفتیم. از این سوال کدوم امتیاز نگرفتیم. جواب صحیح آغاز 40 روز سرد بود، به خاطر اینه که بعد شب یلدا دوره 40 روزه از سردترین روزهای سال شروع میشه. راست میگه. ریشه همین مفهوم چله میشه. چله میگن. آره دیگه چله میشه. اینم اگه جواب بدین اینم 2 تا امتیاز داره. بگو. علت اصلی اگه جواب بدین و بدون گزینه جواب بدین، علت اصلی خوردن هندونه در شب یلدا از دید سنتی چیست؟ چرا هندونه میخورن؟ گرم نگه داشتن خانواده. نه. تا هم یه دونه میتونید بگیم حالا بعد من میام گزینه. دور کردن نمادهای پلید از خودشون. آفرین، خیلی خوب بود، ولی نه. عجب. خب گزینه ها رو بخون. گزینه اول حفظ سلامتی تو زمستون. گزینه دوم دستا کنار زنی. نماد سرخی خورشید. گزینه سوم یادآور تابستان. 2. گزینه 1. من اول زدم. خیلی شبیه هم زدی. خب این گفت 2 من گفتم 1. کدومش درست؟ 1 درست. نه نمیشه، من نمیتونم امتیاز بگیرم. من باردمت. در باور قدیم میگفتن خوردن هندونه توی شب یلدا باعث میشه در طول زمستون سرما نخوری. چه جالب. آره. سوال بعد. در برخی مناطق ایران مردم شب یلدا چه چیزی زیر فرش پنهان میکردن؟ 1. نان. 2. سکه. 3. انار. سکه. بله، ما رو اول زنده بودیم. سکه. زنگ تو دورتر بذار، من اینجا بذار. نه دستان میزنیم. پنهان کردن سکه نماد برکت روزی بود، یعنی سال بعد پول و نعمت زیاد میشه. دلیل بازگشت به فال حافظ در یلدا بر اساس باورهای قدیم چه بود؟ 1. حافظ نماد پاکی است. 2. غزل‌ها حامل پیام‌های سرنوشت هستند. گزینه سوم شب یلدا زمان باشدن درهای غیب است. تو بزن. خیلی واضحه چون اصلا ماهیت حافظ بر چیه؟ برای آرزو کردن. خب پس کدوم واضح نمیشه؟ باید زنگو بزنید. سومیه. بله درسته، گزینه سوم. اشکال نداره. در باورهای قدیم شب یلدا شبی بود که حجاب میان دنیا و غیب نازک می‌شود. پس فال گرفتن قدرت بیشتری داره. من خیلی دوست دارم فال گیری. منم. بچه‌ها قراره براتون فال بگیرم آخر ویدیو. حتما با ما باشین. سوال بعدی. در گذشته مردم چرا تو شب یلدا تا صبح بیدار می‌موندن؟ آره. گزینه اول ترس از ارواح تاریکی. گزینه دوم انتظار یاری خورشید. گزینه سوم رسم خانوادگی و رسومات. گزینه دومه. نه اشتباهه. گزینه اول دوری ارواح از خودش. آره گزینه اول درسته، ترس از ارواح تاریکی. ارواح نداریم ما تو یلدا. مگه هالووینه؟ نه، اساس باورها و رسومات ما خیلی هاشون مثل 13 پدر یلدا برمیگرده به اعتقاد ما به ارواح. اینا باور داشتن که اهریمن در طولانی ترین شب سال قوی تر است، پس بیدار ماندن نماد محافظت از نوره. گزینه 1 رو مارال درست کن. اوکی. آخرین سوال رو میپرسم و 2 امتیازی باشه. من نتونستم اصلا امتیاز بگیرم از این اصلا سوالو. امتیاز بگیری؟ دیگه با انشالله من یکم آوانس میدم بهت. زنگ رو نمیزنم. ممنونم. در اسطوره شناسی ایرانی شب یلدا در تقابل چه چیزی قرار داره؟ شب یلدا؟ آره. 1 جمشید. 2 ضحاک. 3 اهریمن. یه بار روی سوال بخون. در اسطوره شناسی ایرانی شب یلدا
در تقابل چه چیزی قرار داره؟ در تقابل اهریمن. دقیقا درسته. اهریمن درسته. یلدا تقابل الان نور خورشید درست. با اهریمن تاریکی است. تو سوالای قبلی هم گفتیم که نماد خدایان آره. میترا هستش یا همون مهر، اونم که خدایان نور بود. درسته. تو این شب یعنی قدرت گرفتن تاریکی قبل از پیروزی نور است. اوکی. تموم شد. اینم از سوالا. رسیدیم به آخر مسابقه آجیل چینی داریم. قراره مغز آجیلای یه شکل رو از همدیگه جدا کنیم. من گردار رو جدا میکنم. بله، منم بیضیا رو جدا میکنم. هر کی که آجیل بیشتری جمع بکنه امتیاز این چالش رو میگیره. خب زمانمون رو شروع میکنی؟ 30 ثانیه زمان داریم. ثانیتون از سرپان دست رو میز، کم دست رو میز. 3 2 1 شروع. نمیذاری بردارم ها؟ 10 ثانیه تون مونده. وای نه چقدر زود تموم شد. 8 7 6 5 4 آقا دستت نمیذاره. 2 1 استاپ. بسته. بشماریم؟ خب بشماریم. کم شد چند که چیزی؟ برای تو زیاده. ببینم برای تو هم زیاده. بشمار. ببینم تاساتون رو. 2 3 4 5 11 تا بادوم. چند تا شد؟ 11 6 17 18 19 20 21 22 23 خب حالا 25 26 تا واسه من 20 تا شد. من برنده شدم. دیگه نذاشتی بردارم که کافیه. خب بچه ها برنده این مسابقه با 9 امتیاز خاطره میشه. من فقط با 1 امتیاز باختم. بله. واقعا این همه رو میخوای خود تکی بخوری؟ آره الان میخوام یه ترکیب جذابی درست بکنم. لواشک انار، ترشک انار، قشنگ اینجوری میریزیم. دل آدمم آب میکنه. به به. نمک فراوان. انصاف نداری واقعا. من بردم. چجوری میخوری این همه رو؟ قشنگ اینو اینطوری به به. خیلی خوشمزه. تکرار میکنم. میبینید واقعا خواهری. خب مسابقه من بردم. خیلی ترشه. خیلی تو گلوت نمونه یهو. بچه شما هم برید یه لواشک و ترشک اناری بگیرید. نمک هم قشنگ روش بپاچین. بخورید. بخور قشنگ بخور. نوش جونت. به. خب بچه ها شب یلدا که بدون فال حافظ نمیشه. همه با هم یه آرزو کنیم تا فال بگیریم. آرزو کنیم. کلک مشکین تو روزی که زما یاد کند، ببرد اجر و صد بنده که آزاد کند. قاصد منزل سلمی که سلامت با تنش، چه شود دگر به سلامی دل ما شاد کند. بچه ها امشب به ما خیلی خوش گذشت. مرسی که با ما تا اینجا بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو هم بفرستین برای هر کسی که دوست دارین خنده روی لباش بیاد. میبینیمتون.